او را میزنند، او را به بیرحمانه ترین شکل میزنند. وقتی آزاد بود گفتند چرا در زندان نیست و حالا در زندان است و میگویند باید بمیرد تا وقتی مرد با جنازه‌اش سلفی بگیرند. این واقعیت جامعه ایران است. وقتی میگویم واقعیت یعنی آنها که واقعا زندگی میکنند و نه فرودستان و نه بیچارگان و نه فراموش شدگان تاریخ. آنها را که آنقدر بیکار و بیار هستند که در سیاه ترین روزهای ایران مانند حشراتی ناقل بیماری های فرهنگی در فضای بی پدر و مادر ایرانی بچرخند و فحاشی کنند. همانها که وجودشان تمام تفکرات و احساساتشان تقلبی و دزدی است و به پشتوانه یک سیستم امنیتی خودفروش ها و آدم فروش ها را پروار می کنند. آنها که ریشه هایشان را باید تا قلب اتاقهای اطلاعات رصد کرد. باید به این دولت جدید تبریک و دست مریزاد گفت. اینها میدانند که این روزها کشتن آدمها خرج دارد، پس بهتر است آنان را به لجن کشید. انتظار نداشته باش که دولت تحریش و لبخند و امید و تدبیر سربازان بسیجی دهانگشادش را با باتوم و زنجیر و پنج بوکس به خیابان بکشاند. نه، آنها جانوران اجیر شده بی مزد و منتی دارند از جنس لومپنهای سیاه پوش گوبلز، این بار پشت ماسک هایی که ما نمیشناسیم. همان جکسازهای ماجرای اسید پاشی، همان تنازهای مرگ حاجی ها، همان کولهای همیشه متشکر، همان دلغک های متوسط که از ترس تصور کهریزک به لودگی و مسخرگی میافتند. آنقدر وقیح و بی شرم شدند که رفقای اطلاعاتیشان شاعر را بی حکم میگیرند و اراذل و اوباش مجازی که از صدای باد شکم رم میکنند شادمان کف میزنند و جشن میگیرند. نگاه کنید چند رسانه به این خبر پرداختند. مگر ما مرده این که این جماعت اینطور بر تن شاعر زندانی شلاق میزنند؟ بر تن شاعری که در بدترین و سختترین لحظه های تهدید و مرگ بر سر باورش ایستاد و کوتاه نیامد و توبه نکرد، به کرده و نکردش اقرار نکرد، همکارانش را نفروخت و از ترس جهنم به مار غاشیه پناه نبرد، تن به رأی دولت نداد و سعی نکرد که جذب اصلاح طلبان و رسانه‌های بی‌طرف حقوق بگیر شود، به فاشیسم وطنی دهنکجی کرد و فاشیسم مذهبی را به سخره گرفت. گلرویی حتی وقتی دشمن و بدخواهش بد میدید در دفاع از حقوقشان کوتاهی نمی کرد. فرشته و معصوم نیست، اما با موقعیتی که داشت خیلی بیشتر از دیگران می توانست بدنه سیستم بچسبد و تنها برای عشقی مهمل و یک وطن تخیلی و یک مشت مفاهیم بی ربط ترانه بسراید و پولش را بگیرد و فوش هم نخورد. چرک قلب و کینه عمیق این جانوران مجازی ربطی به نقد کار گلرویی ندارد و اگر داشت باید در گفتمانی حرفه‌ای دنبال میشد و نه با غدار کشی و لاتبازی مجازی. این نفرت و کینه و دشمنی ریشه در جای دیگر دارد. تو نبض و حلق خلقر ترانه‌ای که بر دار می